عمر رضی الله عنه وقتی که خلیف بودند یک عادت داشتند که از طرف بیگاه لباسهای خود را ivaz میکردند و روی خود را پوشانیده به کوچه‌های شهر میبراندند و آنجا میگشتند. و در یکی از همین گونه روزها وقتی که عمر رضی الله عنه لباسهای خود را دیگر کردند، روی خود را پوشانیدند و بیرون برآمدند، هنگامی که در کوچه ها میگشتند آن کس یک پیرزن واخورد. و آن پیرزن را نگاه داشتند و پرسان شدند که مادر، از پادشاهی، از خلیفگی عمر نقل کن. آیا تو راضی هستی؟ آیا تو از حکمرانی او راضی هستی؟ بعد آن پیرزن به طرف عمر رضی الله عنه نگریست و چی گفت؟ گفت که نه. خداوند گفت برای من به عمر یگان ثواب ندهد. من از حکمرانی او عموما راضی نیستم. بعد حضرت عمر رضی الله عنه حیران شدند. ترس در بدنشان ترس آمد، می لرزیدند و پرسان شدند که چی؟ برای چی تو راضی نیستی؟ مادر بگو. بعد آن پیرزن گفت که از آن دمی که عمر خلیف شد تا به این دم او به من یگان یاردم نکرده است، یگان درهم، یگان تینه به من کمک نکرده است. بعد حضرت عمر رضی الله عنه نمیدانستند که اکنون دیگر چیزی گویند و آن پیرزن هم نمیدانست که در روبروی او خودی خلیف عمر رضی الله عنه ایستاده است، زیرا حضرت عمر رضی الله عنه روی خود را پوشانیده بودند. و خب برای آنه که یک ذره هم باشد خود را در نزد آن زن پاک کنند، گفتند که شاید که خلیف بند است با دیگر کارها و از همین سبب نتوانسته است که به مشکلی شما حل بدهد. بعد آن پیرزن گفت که این چگونه خلیف بوده است که از حال من خبر ندارد، از حال مردم خود خبر ندارد، پس این چگونه خلیف است؟ بعد حضرت عمر رضی الله عنه در دل به خود گفتند که ای عمر، این پیرزن از تو داناتر بوده است. و حضرت عمر چیکار کردند؟ حضرت عمر از آن زن خواهش کردند که او ناراضگی خود را، قهر خود را نسبت به عمر رضی الله عنه و خلیفه همان دم بفروشد. از او خواهش کردند که تو ناراضگی خود را به من بفروش. بعد آن پیرزن به سوی عمر رضی الله عنه نگریست و گفت که تو چی مرا مسخره داری؟ تو به حال من میخندی و مرا مسخره میکنی؟ بعد حضرت عمر گفتند که نه، من خواهش میکنم از تو که ناراضگی خود را از عمر به من بفروش. و بالاخره حضرت عمر رضی الله عنه آن پیرزن را راضی میکنند و با نرخ 25 دینار طلایی آن زن ناراضگی خود را، قهر خود را نسبت عمر، نسبت خلیف و آن کس میفروشد. ولی در همان دم وقتی که حضرت عمر رضی الله عنه پولها را به آن پیرزن میدهند و آن پیرزن وعده میدهد که این ناراضگی، این قهر خود را نسبت به خلیف فراموش خواهد کرد. و در همان دم از نزد آنها علی ابن عبدالمطلب و عبدالله ابن مسعود میگذشتند. و آنها که حضرت عمر رضی الله عنه را شناختند با او گفتند که ای خلیفه مؤمنین، السلام علیکم و رحمت الله.
رحمت خداوند بر تو باد. و در همین لحظه وقتی که پیرزن فهمید که در بری او، در روبروی او خودی خلیف مؤمنین عمر رضی الله عنه ایستاده است، و خود را گم کرد، به ناله در آمد، به فریاد در آمد و از عمر رضی الله عنه بخشش می طلبید و خواهش می کرد که او را ببخشد. ولی حضرت عمر چیکار کردند؟ حضرت عمر گفتند که مادر، شما یگان غم نخورید، یگان اندوهی نکشید، همش درست است. و در همان دم یک پارچه لباس خود را دریدند و در آنجا نوشتند که عمر ابن al-ХАТТАب فلان روز در فلان زن با فلان مقدار، یعنی که با 25 دینار طلایی، نورازیگی او را خرید، قهر او را نسبت به خود خرید. و هنگامی که به خانه آمدند و فرزند خود اشاره کردند که اما نوشته خود را به او دادند و اشاره کردند که هنگامی که من از دنیا گذشتم این نوشته مرا با من بگرانید تا اینکه روز قیامت فردا من با همین دلیل بخیزم و گفته توانم که یگان نفر از من قهر یا اینکه غضب یا اینکه ناراضی نیست. این بود یک قصه از حیات عمر رضی الله عنه خلیفه مؤمنین. این گونه قصه ها از حیات پیامبران، صحابه ها و دیگر آدمان مشهور اسلام باز در نوارهای آینده. برادران و خواهران عزیز، به شبکه ما ابونه شوید و اینچنین به یار و دوستان خود نیز توصیه نمایید تا ما را همراهی کنند. برای دستگیری ما این نوار را می توانید که در شبکه‌های اجتماعی خود پهن کنید. خداوند یار و مددگارتان تا نوارهای آینده.